طلاق یک شبه اتفاق نمیافته. خیلی مطرح میشه این روزها که همسرم یه دفعه تصمیم گرفته که جدا بشه، همسرم یه شبه تصمیم به طلاق گرفت. این داستان طی یک سری مراحلی طی میشه، یک پروسه زمانی رو طی میکنه. ممکنه که در ابتدای رابطه زوجی شما یک سری تعارضاتی بینتون اتفاق افتاده و این تعارضات حل نشده باقی میمونه. طی مراحل بعدی این تعارضات تبدیل میشه به یک سری خشم‌های درونی که شاید هنوز نمایان نیست و مرحله به مرحله این خشم‌های درونی آشکار و آشکارتر میشه و شما همچنان تعارضات رو حل نکردید و این تعارضات هم بیشتر و بیشتر میشن. بیشتر شدن این تعارضات و خشم‌ها تبدیل میشه که شما رفته به هم بعد و بیراه میگید، جای خواب رو از هم جدا میکنید و یا به فکر نفر سوم در رابطه میافتید. و وقتی به مرحله آخر و نهایی میرسی، اونجای کار دیگه شما براتون امکان پذیر نیست برگردید به عقب و تعارضات رو حل میکنید و کار بسیار سخت خواهد شد. اگر احساس میکنید در مراحل اولیه رابطه زوجیتون هستید و تعارضاتی بینتون وجود داره، سعی کنید که هر چه زودتر این تعارضات رو به کمک یک مشاور حل بکنید، چون امروز شما میتوانید این مشکل رو برطرف بکنید. اگر برسید به اون مرحله که مرحله آخر هست و مرحله حل کردن این تعارضات بسیار برای شما سخت خواهد شد.